باید داریم چند دسته هستن، خدا مدیریت زندگی اینا رو عهدهدار شده. یکی کسی که بین طلوعین بیدار باشه، آدمایی که بین طلوعین بیدارن. خداوند متعال سیاست و مدیریت اقتصادی زندگی اینا رو به عهده میگیره، به شرطی که به عبادت بگذارن. نگه ما بگیم این تکرار این سریال میذارن خیلی خوبه، هم بیدار میمونیم. حضرت یه بابی داریم تو ادعیه بین طلوعین، آقا فرمودن این روایتی که براتون میگم اگر خواننده تعجب نکنه بگه دیگه اینجوری که نمیشه برای 4 تا کلمه گفتن، برای کسی که بعد از نماز صبحش یک بار بگه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، همچنین نگاه می‌کنیم خدای این همه فضیلت برای همین تلفظ همین چند تا کلمه، دنبال بهانه است. امام صادق علیه السلام فرمودن ما رموز وسط رزق رو بهتون آموزش میدیم. اومد خدمت حضرت گفت چند تا سوال ازتون پرسیدم، اگه جواب دادی من مسلمان میشم. اون کدوم ساعت تو شبانه روز که نه مال روزه نه مال شبه؟ آقا فرمودن بین طوله. گفت پس مال چیه؟ حضرت فرمودن اون زمانی که از بهشت خدا برای اهل دنیا در نظر گرفته و ساعت تقسیم رزق